چشم دوختن دلانگیز بالای بشیر وفا در کشور ترکیه. دلانگیز کی است که این روزها نامش در صفحات مجازی آوازه شده است؟ بشیر وفا با خانواده‌اش در کدام کشور زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای زندگی بشیر وفا با خانم دلانگیز فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دلانگیز یکی از هنرمندان ازبک کشور بوده است. وی کارهای هنریش را با شوهرش بصیر تنها دوگانه آغاز کرد، ولی دلانگیز شهرت و محبوبیت هنری خوبی پیدا کرد. شوهرش بصیر تنها نتوانست در هنر موسیقی در افغانستان موفق گردد. بعد از آن که دلانگیز شهرت و محبوبیت خوبی پیدا کرد، از شوهرش بصیر تنها جدا شد و با دخترانش روانه کشور ازبکستان شد. دلانگیز در کشور ترکیه توسط یکی از افغانها اسپانسر شد. وی اکنون در کشور ترکیه زندگی می کند و به کارهای هنریش با کاملا شدت و عجلگی ادامه می دهد. آهنگ های جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر می کند. تا کنون چندین بار عمل جراحی صورت و اندام انجام داده است و می خواهد کاملا شکل و شمایلش را مانند آریان و سعید بسازد. دلانگیز قرار بود با بشیر وفا کنسرت دوگانه‌ای در کشور ترکیه برگزار کند، اما به دلیل نامعلوم این کنسرت لغو شده است. دلانگیز آهنگ جدیدش را در روزهای عید در صفحات مجازی نشر کرد که مورد حمایت و استقبال گرمی قرار گرفت. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستداران خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما ناظرینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما عزیزان را به الله منان سپرده موفق باشید.